این زن یواشکی وقتی دوست پسرش حواسش نیست همه پولاشو از پنجره ماشین پرت میکنه بیرون، اما در همین لحظه این بچه کوچه‌ای تمام پولا رو برمی‌داره. وقتی زن از ماشین پیاده میشه در کمال ناباوری هیچ پولی نمیبینه. در همین لحظه بچه کوچه‌ای جلوی ماشین مرد رو میگیره و بعد از اینکه کل ماجرا رو براش تعریف میکنه تمام پولا رو بهش برمیگردونه. همون شب مرد تمام پولا رو زیر ملافه تخت قائم میکنه و بعد از زن خواستگاری میکنه. اما وقتی زن جعبه حلقه رو باز میکنه داخلش فقط یه یادداشت میبینه که روش نوشته تو هرگز همسر من نمیشی. مرد پولایی که قائم کرده رو به زن نشون میده و بهش میگه اینم هزینه جداییمونه. زن وقتی پولا رو میبینه با خوشحالی به مرد میگه مشکلی نیست، چون زن از اولم فقط به خاطر پول با مرد بوده. اما در همین لحظه زن متوجه میشه پولها تقلبی هستن و مرد با غرور بهش میگه پاداش عشق تقلبی پول تقلبیه.